سلام بچه ها، امیدوارم که خیلی 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 حالتون خوب باشه. بچه ها من اومدیم بعد جنگ نت ها دیگه رفت و نیمد، بالاخره نت اومد و اومدیم کالاف بازی کنیم. بچه ها ما یه ویدیو کوتاه گذاشتیم توی کانالمون و 900 تا بازدید گرفت. 2 تا گذاشتم چون حواسم نبود، اون یکی هم 800 تا بازدید گرفت. خیلی ممنون بابت بازدیدتون بچه ها. مشترکامون هم شدن 3 نفر. خیلی ممنون که ساب میکنید و به من انرژی میدید. همون 4-5 لایکی هم که میکنید و کامنت هم میذارید به من خیلی انرژی میدید. برو بریم سراغ ویدیو بچه ها. ما قرار 2-3 دست یا نمیدونم هر چقدر شد دیگه بریم کالاف بازی کنیم دیگه. هر چقدر شد کالاف بازی میکنیم. بله بچه ها، هر چقدر شد میریم و می کالاف بازی کنیم بچه ها. من میدونم که بچه ها من الان دارم ویدیو خیلی میذارم که شما خوشتون بیاد. این الکیه باید همجوری تیر بزنیم بیاره. خب حالا شروع شد. اگه هم بریم شماره 3 رو برمیداریم و میریم میزن. شماره چند بود؟ شماره این بود. آره این رو هم داریم. بچه ها امیدوارم که ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه و مورد نظر پسند شما باشه بچه ها. که لحظه چیز شد بچه ها. من کالاف بازی نکردم عادت ندارم. یادم پرید بیرون یه لحظه. با من عادت ندارم کالاف. خیلی این چیزش هم رفته بالا. من نذارید اینجاها. حواسم بهتون هست. این ازش نمیخواد وصله خودمون میریم. خیلی بهتره. چخ بابا من کالاف بازی نکردم بابا، حساب نیست. این در حق من یه ظلمه به تمام معنا. یا خدا اینجا بمیر نمیذارم بمیرید. همینجا بریم کمپ. نه بابا کمپ چیه او بابا مردیم. خدا لعنتش. الان تو رو بیام یه دق بزنم بابا. میزین میخواد بزنی نمیتونی. بعد بچه من کالافم بازی نکردم. وای اصلا عادتم هم نشده. عادتم رفته دیگه کالاف. وای من میدونم باید 3 بشم. حقمه باید 3. کجا زدم؟ توی کلالیک بمیرکی بمیر داره. بالاخره قیلقش میاد دستم. بدویده اصلا یه بریم. وای ما ولمون کن. الان بقیه هم هیچ کار خاصی نمی کنن. 14-20 ما هیچ کاری هم نمی کنی. خدا لعنتتون کن بمیر خدا. این اصلش خوبه. فکر رو بهش میجه دیگه. این اصلش خوبه و بخاطرم زیاد بزنیم اینجا. بابا از هر جا که میریم میان اینا. بچه لایک و ساب شما یادتون نره. باختیم هر چی شد. بمیر آفرین. ایوه چه سریع مثل سامورایی ها پرید. برو کنار. الان میاد دوباره حاجی میاد الان دهنمون سرویس میکنه که حاجی تا فردا صبح دهنمون سرویسه. خواهد سرویس خواهد شد. بچه باختیم بچه ها این دست رو. حالا 2-3 دست بریم بازی کنیم بچه. حالا شما سرویس خدا وکیل نکوزی چخ بابا. خدا وکیلی بردن. این دست رو ما اعتراف میکنیم که باختیم. یه برو عیزم با اسمت داری اونجا برای من لات بازی در نیار بابا. یا خدا این قول مرحله بچه باختیم دیگه. خودتونم میدونید. بابا اونم نمیشه بچه. با یه ما دیگه میخوام بچه. این قول مرحله آخر بابا تمام شد باختیم.
بچه فکر کنم همه چی تقصیر من بود. بذار ببینیم من چندم شدم. با من اصلا عادت نداشتم. بذارین رو بره. خیلی بد بود. خدا وکیلی بدترین دستی بود که تو عمرم بازی کردم. از خیلی بد بود. حالا ولش کن، هیچ اشکالی نداره. بریم یه دستی بازی میکنم. حالا چه لیولمونم 68 بچه هم میدم که بچه هم منو چی شد؟ چه اینجوری میشه؟ بچه ها بریم یه دست بازی کنیم و بیا همین دعوتش قبول میکنیم. بریم توش. اونم دعوت ما با چه اینجوری میشه؟ برو توش دیگه. نمیره آقا. با چیکار کنیم؟ بریم همین دستی بازی کنیم. ولی بچه منصفانه نبود واقعا. کالاف بزنیم. من این دست خوب میشه. نترسید بچه. اون زمینی که تو زنم باشه با اسنایپر میره. اون زمینی که تو بله بچه همین اسنایپر ورده. من بهتون قول میریم همینجا وای میسیم یه اسنایپ میزنیم تق شخ همه شونو میکشیم. بچه کالاف هم خیلی معروفه بچه. هر جا بگی کالاف یا ماینکرافت یا هر بازی دیگه میگن کالاف. واقعا کالاف خیلی محبوبه. خودم کالاف خیلی دوست دارم. به بقیه بازی هم احترام میذارم. نمیخوام بگم یکیشون از همشون بهتره. اسنایپ بزن تو پاش دیگه. عجب اسنایپ بدی شدم من. قبلا اسنایپ بودم. اسنایپ پورا. به خدا اسنایپ پورایی بودم. کجایی؟ اینو هاچ بگیر. برو بیا بمیر بابا. چرا این اسنایپ 2 ضربه است؟ یه ضربه بابا. چه شانسی. حالا اسنایپر ندارم. چه خوب هست. اسنایپر ندارم. با بگیر دیگه. آهان حالا خوب شد. یه ذره بازی داره قلق داره میاد دستم. بابا بیا برو. من بیرم بالا با این اسنایپ یه ذره خوش بازی بکنیم. بریم بابا بمیر. کجا ای ترسوی خدا. کجا؟ بیا همین ور بزنیشون بابا. بمیر ای پس فدرت بد. 4 تا کیل گرفتم حاجی. پشم همین رو بفرست حاجی. ای بخورم خودم میکشم. اگه یکی بیارم بزنم تو سرش خیلی مدیونی. کجایی؟ بیای بمیر. تو بمیر. یکی داره اینجا میاد. یک نشونه خوب برام کوسه. با اسنایپورا خیلی دمتون گرمه ها. این بار نقشه کشی میکنه. بیا بخور تو مغزت. همینجا برو. حالها چاپا چاقا نکن. من میخوام برم نزدیک دیگه. من عاشق درد سرم. همینو بگیرید ای پس فطرتی ها. دلمو بگیرید. بگیر. تو هم بمیر. به عجب شاهکاری داریم انجام میدیم امشب. بچه من مطمئنم اول میشم. بالاخره بردیم. بعد 100 سال مردیم. اسنایپری اینجا خوبه. یه اسنایپ چمپی بزن. تو داری کجا رو میگی بلش؟ الان منم که اینه همه اسنایپ خوبو میزنم. یه رونه اینجاست. یه رونه اینجا بود. دیدم اومد. بمیر. کالاف هم خیلی بازی میکنم. کالاف انقدر فکرم یکی اونجا اومد. داره یکی اونجا میاد.
لازم اینجا بریم یه ذره ریسکی کنیم. خب بهتره که همون جایی که دو ذهنمی بمیرید بابا. همونی که انداختم و یکی رو به فنا دادم. ببین بابا اسنایپ یعنی کالاف پرویی بابا. تمام کالاف عشق آزادی. بچه یه دستی کلاف اومد دستم. خب حاجاکی اومد. این همه رو الان بچه رو میزنیم دیگه. تو باورم نمیشه که این همه آدم کشتم. بالاخره مردیم. با 3 تا دیگه میخوام بچه ها غمتون نباشید. بذار همین رو بزنیم یه ذره عشق کنیم. این دست همین دوتا رو بگیریم تمام بشه بره دیگه. نه به تلفن آخریشو کاش که من بزنم. آخریشو دلم میخواد خودم بزنم که احتمالش کم. آخری رو خودم زدم. داشتم میزدم ولی بچه ها خوبش اینه که برندش اولی شدم. پشمام داره میدید نکنید. یعنی با یه دست قلقه کار اومد دستم همه رو زدم شپخی کردم. حالا دیگه خوب بود دیگه با امید خدا. بریم حالا یه دستی هم بازی کنیم. بذاریم به همه دارم بهم لایک میدن. نکنید من یه دست قلقه اومد دستم همه دارم چاق بهم لایک میدن. امیدوارم بچه این ویدیو خیلی خوشتون اومده. تا اینجا لایک و سابان یادتون نده بچه. امیدوارم که لایک و سابان نمیدونم این با ما لج داره. باره با لج داره. یه دستی یالا بریم اینو بازی کنیم. برمیگردیم ببینیم دوباره میتونیم این بازی کنیم یا نه. بریم. بله بچه همین زمین. اسم بر نمیدم. دلم میخواه برم جلو دیگه. اسم بخواه دیگه نه دیگه. نه اسم بریم چیزی. خب بچه من همینو برمی دارم. بای فقط بیزم سایی شروع شه. بچه امشب هم تو کامنت با من بگید که چلسی رو دوست دارید برندش جام جهانی باشگاه یا پی اس جی. من خودم چلسی، چون رئال فعلا میخوام چلسی انتقامو بگیره. ولی اصلا منطقی نبود که این یک کس این دوتا قهرمان بشه. واقعا چرت شد. واقعا خیلی چرت شد. واقعا ما اصلا انتظار همچین فینالی رو نداشتم. یه فینال بهتر رو داشتم انتظار داشتم. یعنی مثلا یه فینال پروتر بین دو تیمای خوبی که اونور بازی کردن. چلسی اونور اومد بالا. خب باید هم میومد بالا ولی اونور بنظرم برای رئال میومد چون اصلا حق پی اس جی نبود. با پی اس جی کل جاما رو گرفته. بنظرم پی اس جی رو میگیره این جاما و موش جونش. بالاخره مردیم. بچه من یه ویدیو گذاشتم واقعا خیلی بازدید گرفت. بچه من نمیدونم الان فکر کنم بالای 1000 تا بازدید گرفته. تا آخه اونجا کمبری نکن. من میام میزنم دا. بیا تو بمیر. بده این اسلحه پرو قشنگ تو به من. اینجا میاری یه دونه. اینم دومی و اینم بعدیش. نزش بزنم. لعنت خدا وکیلی بهت. برو من اومدم تو خوابتون. به خدا شب میام تو خوابتون. بمیر شال عوضی بمیر. همینه. بمیر تو اولی. این دومیش. سومی کجاست؟ خب بابا نکن دیگه. میخوام بیام یه آدم بکشم. عجب چیز با مزه گفتم. بکنم نه اشتباه در انتظاری.
بکشم. بمیر بابا لعنتی. بچه امیدوارم که خیلی حمایت. بابا بمیر دیگه لعنتی. خیلی کنه بود بابا، نمیزش بکشمش. بعدی بچه خیلی سجونم کالا. اصلا شانسشون امن 1000 تره. بمیر که مردی. حالا من میام دوباره اینجا میکشم. بچه دوباره فکر کنم اول من بشم، چون دوباره کلی لایک و کیل و این چیزا بگیرم. بچه سریع بندم به 60 میرسیم دیگه. این چیه؟ یا بسم الله قمر بنی هاشم 8. مردی. ای بچه داشتم میکشمش. بچه تا اینجا ویدیو اومدید لایک کردید؟ لایک کردید اصلا؟ ها لایک کردید یا نکردید؟ یا میخواد بیرونم پشت این چوبیه زدم پشمام. بیاید عزیزان بیاید که قرار بابا اومده همه تون رو قرار بکشم. بمیرید. بمیر. آفرین دیگه این غلط ها نکنی. این داشتم میکشتم. به خدا کال آف فان باید هرسی کنه تا فردا. خیلی کال آف فان باید هرسی کنه. اینجا باید حواست کلی باشه به این علیو. بمیر. آخه بابا تو فکر کردی جلوی من چی آخه؟ بیا تو بمیر. تو بمیر. تو بمیر. عالی داریم میریم. عالی داریم پیش میریم. چی میگم؟ خدا وکیلی بگم بابا. تمام نانازی همه رو زدیم رنده کردیم. دوباره هم اول خودم شد. انقدر دادم کشتم که تو کالاف خودم انقدر باور نمی کردم. مثلا انقدر کیل و میل بگید. میل چیه کیل؟ انقدر کیل گرفتم خودم از رنگورو پریدم. مثلا باورم نمیشه انقدر کیل. یعنی چی؟ اصلا باورم نمیشه. بچه امیدوارم که این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. بچه تا یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ. بچه لایک و ساب هم یادتون نره.